به نام خدا تو این قسمت در مورد چگونگی در واقع تصادفی کردن اعداد داخل یک لیست صحبت میکنیم. ساده ترین راه برای تصادفی کردن موارد موجود توی یک لیست توی پایتون استفاده از ماژول تصادفی. میتونیم برای این کار از تابع رندوم استفاده کنیم و برای به هم زدن هر آیتم توی لیست هستی میشه از این استفاده کرد. بعد تابع بعدی استفاده از در واقع رندوم سمپله که ما از هر دو این در واقع نمونه مثالهایی خواهیم زد و به صورت کدنویسی اینا رو با هم دیگه پیاده‌سازی خواهیم کرد. تابع رندوم و یک لیستی تعریف میکنیم، مای لیست. یه سری مقاله بهش میدیم و استفاده از تابع رندوم شفل و مای لیست لیست ایجاد کردیم و کافیه که بیایم پرینت کنیم مای لیست رو. به این صورت میشه اعداد تصادفی با استفاده از لیستی که داشتیم تولید کنیم. و اینجا اون اعدادی که داخل لیست بودن به این صورت اومده اونا رو به صورت تصادفی تولید کرده. اما راه حل دوم در واقع استفاده از تابع رندوم سمپله که لیست رندوم دات سمپل. به این صورت حالا مای لیستمون باید بیاریم. بعد اینجا کافیه پرینت کنیم. حالا خروجی هم دقیقا این خروجی که تولید کرده به این صورت اومده استفاده از این تابع اون اعداد داخل لیست رو به صورت تصادفی و توی این قسمت می‌بینیم که خروجی به این صورت تولید میشه با استفاده از اون لیست که داده بودیم. امیدوارم که با تمرین این نوع مثالا بتونیم ارتقا بدیم نوع کدنویسی و برنامه‌نویسی خودمون توی سطح‌های مختلف.